ایودی مزخ پشمام درود و 200 بدرود. حالتون چطوره؟ من اسلشر هستم و خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو چنل خودتون، یعنی چنل اسلشر. آقا توی اولین ویدیو یه داستان اعصاب خورد کن میگن هستش رو آوردیم براتون به اسم داستان مستر بین و قراره که تلاش کنیم زیر 20 دقیقه این داستان رو با هم دیگه بازی کنیم و تمومش کنیم. پس بدون معطلی بریم برگردیم. خب آقا قبل اینکه بریم سراغ گیم بذارین بگم که لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. از اونجایی که اولین ویدیو ما و شروع کار ما توی این چنل البته هستش، پس لطفاً و ممنونتون میشم که تا آخر ویدیو حداقل تا وسطاش با ما همراه باشین که به شدت برامون ارزشمند و مهم هستش. و اینکه اگر در آخر خوشتون اومد ممنون میشم از اونجایی که اول راه میمونه حتما سابسکرایب کنید، لایک بذارید و کامنت برامون بذارید که حسابتون نپره. و اینکه این اولین ویدیو من هستش، پس لطفاً هر نظری، هر پیشنهادی، هر انتقادی، هر ایده ویدیویی داشتین حتما برامون بفرستین و حتما همه رو انجام خواهیم داد و همه رو به روی چشم میذاریم. پس بدون معطلی و حرف اضافه بریم ببینیم چه خبره. خب آقا این اکانتی که من گرفتم اکانت خودم نیستش، حقیقتا اکانت جناب آقای ادیتور هستش. پس اگر رنگ ماشین رو آدم رو فرق میکنه و اینا به خاطر این هستش. نمیره این او اولشه نامسته بیارم سرعت بگیر. حالا وارزون رو حتما اونم توی چنل خواهد بود و دیگه گیم های دیگه به پیشنهاد و نظر خودتون. فعلا ما همین گیم ها رو در نظر داریم، مابقی دیگه خودتون این که تصمیم میگیرین چی بذاریم. بریم سراغ گیم آقا، بریم سراغ گیم. موشو تکون ندم، برو باز بده دیگه. آروم داش خب یا اونجا نمیره اینجا میفهمه که نباید بره. گاز میده. خب آقا چه خبره؟ خوبین؟ سلامتین؟ حالا 0 سابسکرایب نشستم ویدیو میگیرم، میخوام فردا آپلودش کنم. نشستم میگم چه خبر بود آقا. همین چند نفری که ببینید همتونش 2 نفر 10 نفر 100 نفر عشق منید. بنزینم داره خالی میشه. اوه سب بکردم خودش بیاره. آقا تا اینجا چند بار میاد؟ یه بار افتادم با حرکت رو ماشین استد. برو ایزی. اوه در اینه دیوونه ها میریم. جان نالکن اشما ریخ فکر نمی کردم یه زل. اوه قسمت دمیشه اینگا. آروم خفن رفتن چیکر و ناموسن. پشمای همه پلیرها باید بریزیم. اصلا پلیر جی تی ای کیه بگه بیاد اینجا بهش دستورالعمل بدم. داش خدا وکیلی خوب اومدم. بله راه این بود میگفت از بذار من حرفمو بزنم کنی گرما سقط میشی. بیا جان آره برو خود بیت نخوای. خدا وکیلی خوب پیچی خوشم آمد. جان خوب پیچه. خدا وکیلی این آیسان اسلامی همه زندگی ما ایرانی رو نه این ویدیو ما آلت 4 سری 2 اومده چند ماه از اون رو در نظر داریم. خیلی از یوتیوبرای که مطمئن زیاد دارن یا موزیک گیم نرفتن. ما هم تصمیم گرفتیم بریم ببینیم دومیش چیه تا جدیده
اونو بچسبونیم به تنور و ببینیم چه خبره توش. امیدوارم هم بچه هنوز دیگه پولم نرسید بخرم، یکم دلار مولار تو این بازی رو جمع کنیم. بعد آنیاپ هم میگیریم و با هم بازی میکنیم. هنوز آنیاپ رو بازی نکردم ولی خیلی دیدمش توی گیم پلی که یوتیوبرها میزن. دستم اینو بزنم حال کردی؟ پشمات ریخته دستم نه؟ خدای من دیر استعدادمو کشف کردم، باید زودتر از اینا شروع میکردم. فرصت پاسا کنم بابا سب کنم این کوفتی بیاد. پشمام به قرآن من فکر میکردم این آبی حرکت میکنه، شمسکی رفتم رو اون وایستادم. از با سن شما سوالیم آجی جان ناموسن بیمارو نیو میرم تو 20 دقیقه میرم کمتر. خدا این چی بولشتیه آخه؟ بولشت دیگه خیلی میگم، ما میگیم سوس شه. این چه سوس شیلی آخه؟ چرا باید اینجا نیج چرخی چیز ما اینجا باید همینجا با سوس شما فکر من میری داشت. آره بابا مولا داشت آیش میکنم. یعنی اگر این نمیافتاد برو تو میتونی، تو مردی از مرد نازه شدی. همینجور مستقیم اصلا دست به هیچی نمیزنم، همینجور مستقیم. آره بیا برو تو کوچه همینجور. سینا اسلشره لاشکس چیکاری آخه نصف شدید. آروم برو تو میتونی استارت زدی. آروم اینجا آروم ایزی هست ایزی. چرخ رو بذار ببینم اوکی برو دا. بابا چرا میچرخی خوده؟ نگاه به خدا حرکت کنه میچرخه. غلط تو جان مستر بین این چی؟ چرا من باید این ایودی مزخ پشمام تو رو خدا نیفت، به قرآن بیفتی سکته میکنم. آروم این حرکت باید تو تاریخ ثبت بشه. پرام بچه ها از این تیکه یه شورت ویدیو در میاریم مثلا میکنیمش چالش جهانی. پرام ریخت پشمام ریخته. واق دیگه چه گوییه؟ آدم باشه یا قمر بنی هاشم یا 1000 تن 5 تن همه تنها عقبکی. آقا عقبکیه فهمیدم. بابا من تو جلوش موندم آخه. عقبو چرا شما میارید بچه؟ دسلان چی میشناسین سخت؟ حساب خود کن 10 برابر سخت‌تر از این. دسلان چی میشناسین بهمون بگین توی کامنت ها که حتما یه دسلان مرگی خفن بریم. این اولین ویدیوست، قرار تنها باشم. توی ویدیوهای بعدی افراد دیگه ای هم به ما اضافه از جمله آقای ادی خواهد شد. آفمن چرا برسه هاشو سکول بازی در میری. باش برو آروم. بابا این صدای خوبی نمیده مطمئنید فقط جان مادرت آروم باش. بابا این بدبخت رو دارن پاره میکنن، همش داره جیغ میزنه. نمیدونم ربطی به بازی داره یا نه اصلا.
چی نمیفهم. خب رد شد. نگاه حرکتو بچرخون یه بسته. این 5 نمیدونم قرار شما به چخ هم بدید ولی میرم. جان یهو خیلی یواش شد. نباید زود بل کنم گازو. فکر کنم اینجا بسته. حالا چشامه جان نمیشکنم. واسش بهمون هست. اینجا دیگه بیفتی ها بهمون میره. این چرا گفتم بذار بین اینجا میشکنه نه خواستم اینجوری نشد. چوچه رو بچرخونیم که نشد. او مای گاد ایزی ها. Easy peasy Japanese. Easy late. Come on baby. Go. مرد شدم من قدش هستم. اون اتفاق رو باید پشت سر بزن. یه سوء اتفاقم بود. من نیستم. نگاه اوه فکر کنم تموم شد. جان تمومش کردم. باید بریم اینجا رو. صحبت باید بریم اینجا رو. بابا شرفتنی میره. خواهش میکنم. اصلا رو دست ندارم. مرسی تا اینجای ویدیو با من همراه بودی و اگر خوشت اومد ممنون میشم که سابسکرایب کنی، لایک بذاری و اینکه کامنت بذاری برامون. دیگه نتونستی کامنت مجازات بذاری چون قطعا کمتر از 20 دقیقه ردش کردم. ولی هر نظری، پیشنهادی، اعتقادی، هر چیزی داشتین لطفاً و خواهشاً حتما برامون بنویسید چون دیگه گفتم اول راهمونه و اینکه توی دسرانا رو هم اگر میشناسید ممنون میشم که چند تا دسران سخت رو به ما بگین و گیمایی که دلتون میخوادم بگین. فعلا که گیمایی که توی بازی گفتم و در نظر دارم و اینکه همین دیگه. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودی. کامنت یادتون نره. نوتیفیکیشن اون پایینم بفشارید که نوتیفیکیشن اون پایین رو بفشارید. سوسماست آقا. زنگوله اون پایینم بفشارید که نوتیفیکیشن ویدیوهای بعدی هم برات بیاد. و اینکه یادم رفته بود بگم ما هر 2 روز یه بار ویدیو داریم. جمعه ها هم یکی در میون ویدیو خواهیم داشت. پس تا ویدیو بعدی با اسلشر دوستتون دارم. مخلص.